مرکز شهر پوری. هوا خیلی قشنگه امروز، ابرهای خیلی قشنگی اومده تو آسمون. زیبایی رو ببینید، لذت ببرید. اون تابلو هم تابلو پوری جزه، یه رسم تقریبا 70 ساله که هر سال تابستون توی شهر پوری فستیوال جاز برگزار میشه. اینجوری نیست که فقط جاز باشه، پاپ هست، جاز هست، موسیقی کلاسیک میشنوی، ولی بیشتر جازه و انقدر شهر رو زیبا میکنه. هر جایی که قدم میزنی صدای موسیقی میاد. البته که دیروز روز آخرش بود، برای همین خلوت شده اینجا. خیلی روز قشنگیه. اینجا مرکز شهره، این رودخونه. یه رودخونه خیلی بزرگه، از دو طرف، از این سر شهر تا اون سر شهر هست، وصل میشه به دریای، به اقیانوس بالتیک. کلیسا. اینا هم چند تا مغازه است که حالا شبیه بار طوره بغل هم. روی اون کشتی هم میشینن ملت نوشیدنی میخورن. این هم اون سمت دریاچه. از اینجا کلیسا مشخصه. ابرهای خیلی خوشگلی هم هستن امروز واقعا توی آسمون. توی این آب میان شنا میکنن، فرقی نداره دمای هوا چند باشه، دمای آب چند باشه. برای فنلاندی دمای آب همیشه مناسبه برای شنا کردن. این خیلی عجیبه. خب گفتم احتمالاً بهتره که خودم هم نشون بدم و بیام جلوی دوربین. ویدیو اولین بار اومدم جلوی دوربین. احتمالاً باید یه بیوگرافی از خودم بگم که این کارو نمی کنم، فقط همین که اگر بخوام خودم رو توی یه خط تعریف کنم میگم که آدمی بودم که بیشتر زندگیشو مشغول مطالعه بوده و به تازگی مهاجرت کرده، که احتمالاً هم فهمیدی تا الان مقصدم کجا بوده. فنلاند، شهر پوری. آره، همونجوری که میگفتم توی پوری جاز، فستیوال پوری جاز به مدت 2 هفته اتفاقات خیلی قشنگی افتاد، موسیقی های خیلی خوبی شنیدیم، کنسرت های زیادی برگزار شد. ولی امروز میخوام در کنار اون تصاویر زیبایی که از شهر نشونتون دادم درباره یکی از خواننده ها یه صحبتی بکنم. سیل که احتمالاً میشناسید خیلیاتون، بعد از این که آهنگ کریزی رو خون اومد رو به جمعیت و یه ذره صحبت کرد با تماشاگرها، کسایی که اومده بودن. جمله‌شو اینجوری شروع کرد که زندگی خیلی ارزشمنده و زندگی ارزش زیستن داره، که خیلی موافقم من با این جمله. به نظرم توی هر شرایطی که باشیم، حتی بدترین شرایط که شاید برای ما مردم خاورمیانه خیلی شرایط بد ملموس‌تر باشه، بازم زندگی ارزش زیستن داره و من فکر میکنم تا ابد به این جمله اعتقاد خواهم داشت.
بعد صحبتشو ادامه داد و کمی درباره فری ویل، اراده آزاد صحبت کرد که فعلا نمیخوام اصلا دربارش حرف بزنم چون یه بحث خیلی طولانیه. ولی بعدش یه جمله گفت که به نظرم واقعا قابل تأمل بود. گفتش که دلیل حضور ما توی این دنیا یاد گرفتنه. که من یه ذره با خودم فکر کردم، گفتم اگر بخوام عمیق‌تر بهش نگاه کنم احتمالاً میگم دلیل حضور ما توی دنیا فقط یاد گرفتن نیست بلکه رشد کردنه. چون که یاد گرفتن بخشی از رشد کردنه و ممکنه رشد کردن به غیر از یادگیری هم اتفاق بیفته با خطا کردن یا اشتباه کردن. راستش تجربه مهاجرت خیلی خیلی باعث شد که دوباره به خودم فکر کنم، روی یه سری چیزا تمرکز کنم و به این فکر کنم که مرحله بعدی برای من چی میتونه باشه. مرحله بعدی توی مسیر پیشرفت کردن، توی مسیر رشد کردن چی میتونه باشه. یه سری لیست آماده کردم، گفتم مثلا یکی یکی همه رو بررسی کنم، ببینم در حال حاضر دوست دارم روی کدوم از این موضوع کار کنم تا رشد کنم. مثلا روی تصویر واضح نداشتن از آینده، یا روی ترس از تنهایی، کنار اومدن با تنهایی، یا سنگین بودن بار مسئولیت. خب بعد از مهاجرت متوجه شدم باید مسئولیت بیشتری توی زندگی به دوش بکشم، باید مسئولیت خیلی چیزا رو بیشتر قبول کنم. همه اینا مهم بود برام، ولی به نظر خودم قدمی که توی این مرحله از زندگیم دوست دارم بردارم اینه که متوجه بشم در ابتدا چرا ترس از اشتباه کردن دارم و بعدش بتونم این ترس رو غلبه کنم برش، بتونم نه فقط شعار بدم بلکه بپذیرم، قبول کنم با تمام ذرات وجودم که اشتباه کردن بخشی از مسیر. وقتی یه ذره بیشتر دوباره عمیق شدم به خودم، یه ذره بیشتر درباره خودم فکر کردم، دیدم که این ترس از اشتباه کردن خیلی ملموس توی دو نقطه خودشو داره توی زندگی نشون میده. منظرم ببینید خیلی زیباست، واقعا زندگی ارزشمنده. اگر توی زندگی هیچ کاری قرار نباشه بکنیم و فقط این زیبایی رو ببینیم، بازم ارزش زیستن داره. نقطه اول صحبت کردن، اظهار عقیده کردن، سایت گرفتن و شاید ملموس‌تر از اون جلوی دوربین اومدن. برای همین تصمیم گرفتم بیام جلوی دوربین. برای همین تصمیم گرفتم تا این کانال رو راه بندازم، تا یه فضایی باشه حداقل فقط برای خود من که بتونم صحبت کنم، بتونم نظراتمو بگم، بتونم درباره مسائل مختلف سایت بگیرم و از اشتباه کردن نترسم. و اگر یک روزی متوجه شدم که تصمیم اشتباهی گرفته بودم یا نظر اشتباهی داشتم، بتونم اعلامش کنم و نترسم.
بچه‌ها تو کل تابستون میرن تو این دریاچه شنا میکنن. بعضی وقتا پدر مادرم باهاشون میرن. پس توی این کانال از تجربه‌های شخصی، تجربه‌های روزمره‌ام، مفاهیمی که ذهنمو درگیر کردن که احتمالاً حدس میزنم مفاهیم فلسفی، روانشناختی، مباحث مربوط به علم، فرهنگ، سبک زندگی، کتاب‌ها، فیلم‌ها و از این قبیل چیزا باشه صحبت کنم. نه در مقام یه استاد، نه مثل کسی که ادعا داره همه چیزو میدونه، نه. قصدم اینه که گفتگو کردن رو یاد بگیرم، گفتگو کنم و از همه مهمتر دوستان جدیدی پیدا کنم، دوستانی که دغدغه‌های فکریشون حداقل شبیه منه و فکر میکنن میتونم ازشون چیزی یاد بگیرم یا میتونن با دیدن ویدیوهای من چیزهای جدیدی یاد بگیرن، به پرسش‌های جدیدی فکر کنم. این پسر یه ماهی گرفته. ماهیگیری خیلی رایجه اینجا. خیلی آدمای زیادی رو میبینید که میان روی این اصطلاح‌ها میشینن و ماهی میگیرن، تو همه سنی و همه جنسی. برای همین اولین بار میتونم بگم یکی از عجیب‌ترین تجربه‌های زندگیم بود که اومدم جلوی دوربین و صحبت کردم. در پایانم گفتم یه بار دیگه این بخش از شهر رو نشونتون بدم. تا وقت دیگه ای که بیایم و صحبت کنیم. فعلا